سلام و درودی دوباره خدمت دوستان و همراهان گرامی پیج مستر دیو. دوستان امروز میخوام براتون یه ویدیو ضبط کنیم در رابطه با تست سلامت سنسور دریچه گاز. یعنی قبل از اینکه بخواید سنسور دریچه گازتون رو عوض کنید، سنسور دریچه گازتون رو به این روشی که میگم تست کنید و بعد از اینکه مطمئن شدید که سنسور سالم هست یا سالم نیست، بعداً نظر به تعویض سنسور بگیرید. دوستان، من برای اینکه بهتر متوجه منظور بشید و گاهم ممکنه که اصلا بعضی از دوستان بیان بگن اصلا سنسور دریچه گاز کدوم قسمت هست، دوستان من کلا یه دریچه گاز کامل آلومینی فول باز کردم تا براتون توضیح کامل بدم. این کلا دریچه گاز ماه که تو این قسمت سنسور دریچه گاز یا به قولی بعضی از دوستان سنسور حلزونی هم میگفته میشه اینجا قرار گرفته. این قسمت بالایی هم که خالیه جای استیپر موتوره که به این شکل استیپر موتور هم اینجا بسته میشه که این دوتا سنسور دقیقاً کنار هم قرار داره. نکته حائز اهمیت اینه که این سنسور دریچه گاز از ست پایه A, B و C تشکیل شده. حالا بر روش تست ما به این صورته که این خار بالای سنسور دریچه گاز رو در نظر بگیرید. من نقشه این سه پایه خار رو اینجا براتون کشیدم. دقیقاً این قسمت بالا خار این رو در نظر بگیرید و این سه تا پایه هم به ترتیب پایه های A و B و C دقیقاً طبق نقشه‌ای که تو خود این کتابچه فنی تخصصی سنسورهای دیو مشخص کرده. ببینید اگر از این ور بگیرم دقیقاً پایه‌های A و B و C رو مشخص کرده. حالا ما اومترمون رو یا مولتی مترمون رو روی 20 کیلو اوم میذاریم که اینجا از قبل من تنظیم کردم و یه دونه سیم سوکت سه پایه دریچه گاز رو هم باید تهیه کنید که سیم کشی فابریک ماشینتون رو زخمی نکنه. شما در نظر بگیرید که این دریچه گاز روی ماشینتون بسته، سیم سوکت فابریک ماشین رو جدا میکنید و یه سیم سوکت سه پایه‌ای که مال دریچه گاز رو تهیه میکنید جا میزنید روش و سه تا سیم رو از هم جدا میکنیم تا توسط مولتی متر سوکتمون رو جا زدیم. سیم های مولتی مترمون رو به پایه A و C، به این دوتا پایه A و C وصل میکنیم. وقتی وصل میکنیم با باز کردن این دریچه گاز عددهای روی مولتی مترمون باید تغییر کنه که از سمت 2.5 باید تا حدود 5 تا 6 بره بالا. حالا دریچه گاز ما حتی تا 7 هم میده، ولی چیزی که تو خود کتابچه زده تا دریچه گاز نهایتا با گاز خوردن ماشین باید پارامترهایی رو برای ECU ارسال کنه که دریچه گاز داره بازتر و بازتر میشه و هر چقدر باز میشه عدد روی این باید تغییر کنه. تو خود دفترچه زده که تا عدد 5 و 6 هم بره اوکیه. ببینید ما با آروم و آروم این دریچه گاز رو که باز میکنیم عددمون داره پله‌ای میره بالا. این عددها باید به صورت پله‌ای بره بالا، نباید بپره. یعنی به صورتی که دریچه گاز رو آروم و آروم داریم باز میکنیم. از حدود 2 شروع شد، الان رو 4 خورده‌ایه، آروم و آروم داره میاد تا نهایتا تا رو 7 و 18 رسید، تا حدود 7 و 2 رو رفت. ولی خب طبق توصیه دفترچه اگر سنسور دریچه گاز شما تا 5 تا 6 بین 5 تا 6 هم باز شد، تهش تا 5 و 6 باز شد اوکیه. و همینطوری که داریم برمیگردیم دوباره باید برگرده از حدود همون 6 یا 7 مون برگرده آروم آروم بیاد پایین و به عدد ثابت برسه. این تغییرات باید به صورت پله‌ای و آروم آروم بیاد. اگر شما به همین آرومی که دارید دریچه گاز رو زیاد میکنید ولی روی مولتی مترتون عددها به صورت پله‌ای تغییر نمیکنه، یه دفعگی چند تا تغییر میکنه، از 2 میپره 3، از 3 میپره 4
تلرانس های بین عددها رو پله پله بالا نمیبره، سنسور دریچه گازتون مشکل داره. یک بار دیگه براتون تست میگیرم. به من به آرومی که دریچه گاز رو باز میکنم باید مولتیمترم به صورت پله‌ای تک 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 عددها بیاد بالا و تا به عدد 5 یا 6 برسه. حالا دریچه گاز ما تا 7 هم باز میکنه سنسورش، ولی تا 6 بین 5 تا 6 هم باز کنه مورد تاییده و در نهایت دوباره تو حالت برگشتش هم همونجوری از حدود 6 باید پله‌ای کم کنه تا بیاد موقعی که دریچه گاز بسته است به عدد حدود 2 یا 2 خورده‌ای برسه. ما پایه A و C رو تست گرفتیم. حالا اگر جا پایه هامون رو تغییر بدیم و سیم هامون رو پایه B و C وصل کنیم، چه اتفاقی میفته؟ وقتی پایه ها سیم های مولتیمتر رو پایه B و C وصل کنیم واکنش برعکس نشون میده. یعنی با باز کردن دریچه گاز اون به جایی که از 2 شروع بشه بره بالا، برعکس از بالا از حدود 6 شروع میشه برمیگرده پایین. هیچ تفاوتی نمیکنه. هر دو گزینه رو هر کدوم از این دو تا پایه ها رو چک کنید، چه A و C و چه B و C چک کنید، درست باشه به صورت پله‌ای تغییر بکنه، سنسور دریچه گاز شما سالمه. ببینید من الان سر سیم ها رو عوض کردم، به پایه B و C وصل کردم، دریچه گاز بسته است. به جایی که روی 2 باز شه روی 6 وایساده و با باز کردن دریچه گاز برمیگرده میاد پایین تا حدود 2 میاد. هر دو گزینه تستش یکیه، فرقی نمیکنه. شما هر یکی از پایه ها هم تست بگیرید به درستی این عددها به صورت پله‌ای بره بالا، درسته، هیچ تفاوتی نداره. این روش تست سنسور دریچه گازه که بتونه به صورت دقیق پارامترهای باز بودن دریچه گاز رو برای ECU ارسال کنه و اینکه به صورت پله‌ای بخواد بره بالا دقت کامل سنسور دریچه گاز رو میرسونه که با چه دقتی داره میزان باز بودن دریچه گاز رو به ECU فرمان میده. این سنسور دریچه گاز یا به قول دوستان سنسور حلزونی 2 مدل داره. یه مدل رنگ توسیشه که تنش مشکیه، این قسمت وسطش توسیه که بیشتر روی ریسرها هست. یک مدل هم این مدل های تمام مشکیه که روی CLO ها نصبه. این دوتا پارامترها و مقاومت های داخلشون فرق میکنن به این صورت که نمونه های توسی موقعی که شما با مولتیمتر دارید تست میگیرید دریچه گاز رو تا ته باز میکنید، عدد روی مولتیمتر تا بین 7 تا 8 هم مشخص میکنه، یعنی ته باز بودن دریچه گازتون رو تا عدد 7 تا 8 میاره. ولی تو نمونه های پشت مشکی عددی که سنسور دریچه گاز ارسال میکنه بین 5 تا 6. حالا میگم دریچه گاز ما استثنا تا 7 هم میاره، ولی اکثر در سنسور دریچه گاز نهایتا تا 6 6.5 میادن سنسور دریچه گازهای مشکی. ولی سنسورهای دریچه گاز توسی تا عدد 7 و 8 هم پارامتر میفرستن و شما نمیتونید این دوتا سنسور رو جایگزین کنید. مثلا رو ریسری که سنسور دریچه گازش توسیه بیاید مشکی CLOی ببندید، یا برای CLO که سنسور دریچه گازش باید مشکی باشه شما بیاید سنسور توسی ببندید. این کلا پارامترهایی که میخواد ارسال کنه به هم میریزه و ماشین شما به درستی کار نمیکنه، اصلا تنظیم نیست. این هم در مورد آشنایی با سنسور دریچه گازتون. مسئله بعدی اینه که دوستان این پولکی دریچه گاز که داخل این دریچه گاز باز و بسته میشه به مرور زمان دور دریچه گاز خورده میشه و از این دور هوا میکشه. وقتی به هر دلیلی این دریچه گاز شما هوا بکشه ماشین شما رو دور آرام 850 تا قرار نمیگیره، چون گاز اضافه، چون هوای اضافه داره میکشه و در این صورت شما باید این دریچه گازتون رو عوض بکنید. نشونه تست سلامت دریچه گاز هم اینه که وقتی این دریچه گازتون رو باز میکنید توی نور میگیرید، تو نور میگیره از دور دریچه گاز نباید نوری دیده بشه موقعی که دریچه گاز بسته است و این پیچ رو شل میکنید دریچه گاز کاملا بسته بشه. به این صورت که دریچه گاز رو باز کردید این پیچ رو شل میکنید، دریچه گاز رو با دست که با
موقعی که دریچه گاز بسته است، از این قسمت وقتی داخل نور میگیرید نباید از دو تا دور این قسمت نباید نور عبور کنه. اگر نور عبور کرد معلومه که داره از این قسمت هوا میکشه و ماشین شما هوای اضافه میکشه و تنظیم کار نمیکنه، که در این صورت شما مجبورید این دریچه گاز رو به صورت کامل عوض کنید تا ماشینتون تو دور سلو دور. دوستان حالا باید از اطمینان حاصل کردیم از اینکه سنسور دریچه گاز اون سالم. حالا باید ببینیم که برقی هم که از ECU برای سوکت میاد درسته یا نه، و برق 5 ولت تا 100 سیم کشیمون داریم یا نه. دوستان یه روش تست دیگه هم در رابطه با تست سنسور دریچه گاز هست که معروف به روش روی کار، یا اینکه در اون حالت باید سوئیچ ماشین رو باز کنید، ولی مشکلی که اون حالت داره اگر خطایی پیدا کنیم نمیتونیم متوجه بشیم که مشکل از خود استیپر، خود سنسور دریچه گاز، یا مشکل از سیم کشی. به همین دلیل من این روش دومی که براتون توضیح دادم که به صورت تک تک هم استیپر رو میتونیم چک کنیم هم سیم کشی رو، سریعتر به نتیجه میرسیم که مشکل ما از سیم کشیمونه یا مشکل ما از سنسور دریچه گازمونه. حالا بریم سراغ تست قسمت سیم کشی. اول میایم مولتیمترمون رو روی 20 ولت میذاریم. تو این حالت باید تغییر بدیم بذاریم روی 20 ولت. خب تو این روش ما سیم سوکتمون رو از سر سنسور دریچه گاز در میاریم، سویچ ماشین رو باز میکنیم و پایه A و B رو به مولتیمترمون وصل میکنیم. به این صورت البته من از یه سیم سوکت متفاوت دارم استفاده میکنم، ولی شما سیم سوکت خود فابریک ماشین از سر سنسور دریچه گاز در میارید، یا باید از کمر لخت کنید یا باید به این دوتا فیش هایی که پایه A و B میشن سر مولتیمترتون رو وصل کنید، سویچ رو باز کنید. باید یه برق 5 ولت سر سیم های A و B بیاد. وقتی برق 5 ولت اومد یعنی برقی که از کامپیوتر و ECU داره برای سنسور دریچه گاز ارسال میشه درسته، ما برق سر سوکت رو داریم. و اگر برق 5 ولت رو نداشتیم یه جا تو مسیر سیم کشیمون از ECU تا سر دریچه گاز تو سیم کشیمون اتصالی و قطعی داریم. نکته حائز اهمیت اینه که از نظر تغذیه برق 5 ولت سنسور دریچه گاز، سنسور مپ و سنسور مت روی هواکش، برق تغذیه 5 ولتشون مشترک میاد. پس در صورتی که اگر برق 5 ولت یک کدوم از این سه تا سنسور قطع بشه، احتمال این هست که دو سنسور دیگه هم برق 5 ولتشون قطع بشه. به طور مثال اگر شما سر سنسور دریچه گاز تست کردید، سوئیچ رو باز کردید، پایه A و B رو به مولتیمتر وصل کردید، برق 5 ولت رو نداشتیم، احتمال داره که برق 5 ولت سر سنسور مت روی هواکش و برق 5 ولت سر سنسور مپ هم قطع شده باشه، چون این برق تغذیهشون ستاش با هم میاد. که در این صورت که چک کردید دیدید برق 5 ولت سر دریچه گاز ندارید، باید روی سنسور مپ و سنسور مت هم چک کنید. اگر مشترک روی اون دوتا هم نداشتین باید بریم سراغ ECU و پایه A9 و A10 ECU رو چک کنید. از سر ECU سیم سوکتی که خورده زیر ECU پایه A9 و A10 رو لخت کنیم. اول از زیر سیم سوکتی که به زیر سوکت ECU خورده چک کنیم ببینیم که برق 5 ولت رو اونجا داریم. اگر برق 5 ولت رو اونجا نداشتیم پس خود ECU برق 5 ولت رو تامین نمیکنه. ولی اگر سر ECU رو پایه A9 و A10 برق 5 ولت رو داشتیم، سر سنسور دریچه گازمون، سنسور مت و سنسور مپمون برق 5 ولت رو نداشتیم، یه جا تو طول مسیری که برق سیم کشی از ECU تا سر سنسورها داره میاد یه جا قطعی یا اتصالی داریم، که به این روش میتونیم چک کنیم که مشکل از سنسورمونه، مشکل از سیم کشیمونه یا مشکل از ECU هست. چون این سه سنسور از یه پایه تغذیه فرمون میگیرن.